سرلشکر منوچهر خسروداد، آخرین فرمانده هوانیروز شاهنشاهی ایران. من چند روز پیش خدمت پادشاه شرفیاب شدم و اجازه خواستم که ما در برابر آشوبگران بایستیم. پادشاه مرا به نزدیک میز کارشان بردند، نقشه‌ای کروی شکل را نشانه گرفتند و آن را چرخاندند و روی نقشه ایران نگه داشتند و خطاب به من فرمودند اینجا کجاست؟ به عرض رساندم قربان، ایران است. پادشاه فرمودند من این سرزمین را بدون مردمش نمیخواهم. تیمسار سرلشکر خسروداد، نقل از بخش ششم خاطرات مرتضی لطفی. سرلشکر منوچهر خسروداد آخرین فرمانده هوانیروز شاهنشاهی ایران بود که پس از پیروزی انقلاب ایران و به دلیل احتمال بروز کودتا علیه انقلاب جزو نخستین گروه افسران عالی رتبه ارتش شاهنشاهی بودند که در 26 بهمن 1357 در پشتبام مدرسه رفاه اعدام شد.